درود به همه رفقای گلم. آقا آب دستتونه بذارید زمین ببینید براتون چی آوردم. روی لینک زیر میزنید بهتون 5000 تا سکه هدیه میده. وارد راکی ربیت میشید، این 5000 تا سکه هدیه اینجا مشخصه. خیلی جالبه، این تنها ایردراپی بود که من اصلا قبولش نداشتم و دوستش نداشتم، ولی خب اینقدر منطقی بهم توکن داد که داره کم کم ازش خوشم میاد. حالا این 5000 تا سکه هدیه رو میگیرید، اگر خواستید بکنیدش 10000 تا وارد تب تسک میشید. اینجا چند تا ماموریت براتون گذاشته که 5000 تا هم از اینجا میتونید به راحتی بگیرید. فکر کنم 4500 تا میده تسکا و دیلی دوباره تکرار میکنه تسکا رو، یعنی مجدد میتونید ازش بگیرید هر چقدر تموم بشه. تحت هیچ شرایطی ما اینجا نیاز به واریز نداریم، اصلا تحت هیچ شرایطی واریز نمیکنیم. حالا میایید داخل تب پیتویی، آیکیو ربیت رو انتخاب میکنید. اینجا میاد کندلای بیت کوین رو برای ما مشخص میکنه. اول اینکه یه نکته بهتون بگم، اینجا رو باید بذارید روی RBTC. حالا اگر بخواید توکن دیگه ای رو انتخاب کنید از این بغل میتونید، ولی من موجودی ندارم الان. میام 1000 تا RBTC رو انتخاب میکنم، چون منطقیش اینه که برای شروع 1000 تا کفایت میکنه. حالا من میام میگم از این لحظه به بعد راکی ربیت، ببخشید، بیت کوین رو به بالا و صعودی خواهد بود. یه چیزی حدود 2 دقیقه هر راندش زمان داره و توی این 2 دقیقه شما میتونید این 1000 تا رو الان بکنید 2000 تا، که دسته بعدی اگر کندلتون منفی بود خیلی نزدیک تر بشید به کندل منفی این مدلی. یه 2000 تای دیگه هم دارم که نگه میدارم برای اون 30 ثانیه آخری که تایم داره تموم میشه. اگر کندل منفی بود، یعنی پایین تر از حد من بود، دوباره روی 30 ثانیه میزنم، ولی اگه بالاتر بود ریسک نمی کنم و بالا نمیبرم حدمو. خب اینجا من 2000 تای آخر رو میزنم. خب الان اگر این 30 ثانیه به پایان برسه و کندل پایین تر از اون چیزی باشه که من آپ رو انتخاب کردم، یعنی بالا رفتن رو انتخاب کردم، موجودی راکی ربیت من میسوزه. ولی اگر کندل بالاتر باشه، مثل این اتفاقی که الان داره میفته، این 5000 تایی که من گذاشتم به من یه چیزی حدود 4000 تا راکی ربیت میده. خب همه چیز به همین راکی ربیت منتهی نمیشه، یعنی میاد به شما توکن های مختلف. من بردم این دستو، خب موجودی من این پایین الان مشخص میشه 8500 تا راکی ربیت، یعنی 3500 تا بردم. خب برمیگردم به ولت، به من 2 داگز داده، نات کوین کلا نداده چون کسی با نات کوین روی این دست شرط نبسته. 900 همستر داده و 9000 تقریبا تون کوین داده. خب تمام اینها قابل برداشتن شما اگر به ولت متصل بشید. تحت هیچ شرایطی با واریز این کار رو انجام ندید، چون یه جور شرط بندیه. حالا سوای این که کندل شناسی رو میاد به شما یاد میده و اینکه بازار ارز چطور کار میکنه و شما چطور میتونید نوسان بگیرید توی بازار ارز، قابلیت برداشت هم داره. من دیشب توی یه دونه از اکانتام یه چیزی حدود 600 700 تا راکی ربیت بردم با همون 5000 تای اولیش و اونو برداشتمش. بعد از 12 ساعت برای من ریخت، واقعا برداشت شد و سوابش کردم. حالا دست جدید شروع شده، من میام بر اساس این کندل دوباره 2000 تا آپ میگیرم. حالا یه ذره دیلی داره، یعنی اگه کندل در حال بسته شدن نباشه، یه جا ثابت نباشه، شما وقتی میبندی میبینی بالاتر یا پایینتر میبنده. یه امر طبیعیه این تقریبا. دوباره میگم قبل از 30 ثانیه اگر کندل معکوس اون چیزی بود که بسته بودید، یه مبلغ زیادی رو ورود کنید، ولی اگر کندل معکوس نبود نبندید. این اشتباه رو نکنید. من الان دوباره آپ گرفتم چون کندل اومد پایین تر از حد من. حالا تو این 30 ثانیه دیگه من نمیتونم ببندم. در صورتی که تا پایان این 30 ثانیه کندل همینجوری مثبت باشه، دوباره من 4000 تا بستم، بر اساس این 4000 تا مثلا 2000 تا به من میده. اگر کندل منفی باشه، 4000 تایی که من بستم ازم میگیره، که خب حالا شانس من توی این آموزشه داره دائما مثبت در میاد که الان منفی میشه تا اومدم حرفشو زدم. نه، ظاهرا داره مثبت بسته میشه. خب الان بسته شد، دوباره من برنده شدم. این 4500 تا من الان میشه یه چیزی هولوش 12500 تا شد. بر طبق همین میتونید درآمد داشته باشید. اگر به ولتتون متصل باشه کد رو براتون میفرسته و برداشت میزنید. ممنون میشم اگر سابسکرایب و لایک کنید و با لینک من بازی رو استارت کنید، اون 5000 تا هدیه رو بگیرید.